همش درگیر درست غلطم دیگه، میدونی؟ همش درگیر درست غلطم، تماماً درگیر درست غلطم. یعنی از همون اولی که اصلا من 15 سال فکر کردم که بیام یا نیام، بعد اومدم هی من چی کاره میخوام بشم، من شغلم چیه، من فلان، من چی، من میخوام کسی باشم، من بعد رفتیم اصلا یهو نشون کردیم اینور اونور که ما همه اینا میخوایم باشیم. ما راه طولانی است، راه بسیار طولانی است. بعد نگاه کردیم یه سری رو گفتیم چقدر راه برای اینا ساده بوده، چقدر سریع بوده، چرا اینجوریه آقا، چرا اینجوریه؟ خب درسته ما با انرژی اومدیم، ما با توان زیاد اومدیم، ما اومدیم که تلاش کنیم، ولی اینقدر بی‌عدالتی. بعد یهو افسرده میشی. بعد اصلا بعد آقا اصلا بی‌عدالتی چی میگی تو؟ اصلا شفیع چی میگی؟ عدالتی وجود نداره. چی میگی تو؟ عدالتی نداریم. بعد دیدم من خیلی میترسم، یعنی احساس کنم آقا مثلا من همه اینا ریشش ترسه، من انقدر میترسم اینجوری میشه، هی همش فرار و دفاع. آره الانم به این جمع‌بندی رسیدم که بیشترین چیزی که من ازش میترسم ابهامه. یعنی خب درسته مثلا چه میدونم من که از مرگم میترسم، نمیدونم مثلا از یهو گرگم بیاد میترسم، ولی خب چیزی که من الان ترسی که واقعا داره منو واقعی ترسی که داره رو من اثر میذاره ابهامه. نمیدونم چی میشه، میدونی؟ مثلا اونجا بالا و پایین و چپ و راست و تو خیلی مسلطی، یه نگاهی میکنی میگی احتمالاً تا چه میدونم لااقل 2 ماه آینده 3 ماه آینده میدونی میفهمی، ولی جدیدی دیگه ابهام خیلی بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه و به همون میزان گزینه، یعنی انقدر گزینه زیاده، یعنی اصلا هر چیزی ها، یعنی اصلا باورت نمیشه، یعنی هر کار میخوای بکنی اصلا یه محصولی یه چیزی درست کردم، بعد 100 قلمم درست کردم، 100 تا برندم وجود داره، مسیرم زیاده. ببینی بعد این مثلا میشه که یه سر خوب میتونه باشه، یه سر بد، یعنی گزینه ها انقدر زیاده، ترس از ابهام، و اینجوری میشه که یه لحظه مثلا بالا اوج آقا حرکت ما میپکنیم، یه لحظه پایین ابهام. من از ابهام میترسم. به میشه اینجوری گفت، میدونی؟ حالا قصهش اینه که من از ابهام بترسم یا نترسم. دوباره حسام شفیع تو قصه درست کردی، ولمون کن، تو رو قرآن ولمون کن. خیلی مخلصی.